سلام و درود، من سامان دادمندیانم و شما به اپیزود 4 از پادکست آدمیزاد گوش میکنید. اولا که تشکر بکنم چون ما 3 اپیزود اول رو ضبط کردیم و بعد شروع کردیم به انتشار. کامنت هایی که اومد، استقبالی که شد از پادکست، طبیعتا فرصتی نبود که من جواب بدم بهشون. اولا که تشکر میکنم از همتون که پادکست ها رو گوش کردین. بعضن آدم هایی بودن به من پیام دادن که ما 3 بار 4 بار گوش کردیم اپیزودو. اگر دوست دارید مهمون ما باشین، یه خلاصه 4-5 دقیقه‌ای تا نهایتا 10 دقیقه‌ای از داستان خودتون رو به پیج اینستاگرام آدمیزاد که آدرسش آدمیزاد پادکست هست میتونید ارسال بکنید. امیدوارم که بتونیم میزبانتون باشیم در این پادکست. من اسپانسر معرفی بکنم و برسیم به مهمون عزیزمون. اسپانسر این اپیزود هم مثل 3 اپیزود قبلی استودیو هوک که کارش تولید محتوای خلاق برای بیزنس ها هستش. آدرس اینستاگرامشون هوک استودیو، فقط با یه تفاوت که هوکشون 3 او داره. بریم سراغ مهمون ما یه خانومی هستن، جوان، 24-5 ساله فکر میکنم، و الان دوست دارم که خودش شروع کنه به صحبت کردن و به ما بگه که دوست داره که با چه اسمی خطاب قرار داده بشه توی این پادکست. با اسم خودش، اگر اسم خودشون میخواد که خودشون معرفی کنه، اگر نه هر اسمی که دوست داره میتونه الان اعلام بکنه. با همون اسم تا آخر پادکست ایشون رو من خطاب میکنم. سلام، من اسمم آهوه، 24 سالمه و خب خیلی خوشحالم که الان هستم در خدمتتون و امیدوارم که همونطور که من تحت تاثیر 3 پادکست قبلیتون قرار گرفتم و گوش دادم سرگذشت مهموناتونو، امیدوارم داستانی که قرار امروز تعریف کنم هم یک کوچولو حتی تاثیرگذار باشه واسه شنونده هاتون. ببین، ما روالمون از اپیزود 2 به بعد اینجوریه که سعی می‌کنیم یه مقداری منظم‌تر بریم جلو. یکی از کامنت ها همین بود، من کاملا موافقم در مورد اپیزود 1. ما هم بی تجربه دیگه، اولین اپیزودمون بوده، طبیعتاً اشتباه می‌کنیم، هیچ اشکالی هم نداره، یاد می‌گیریم درستش می‌کنیم. بریم سراغ اون چیزایی که اولین چیزایی که اصلا یادته. فقط یه کمکی به من بدید، من خیلی ذهنم پراکنده است. فکر کنم از اون مکالمه که با هم داشتیم کامل مشخص باشه. بله. خیلی پرش ذهن دارم و هی فلش بک میزنم به یه چیزایی که شاید مرتبط نباشه و این شاید گمراه کنه. خب از کودکی میگم دیگه، یعنی الان از اون خاطری که به من گفتید حدود 2 سالگی فکر میکنم. آره. از همونجا بیایم تا من سعی میکنم تا جایی که میشه مرتب بیایم جلو دیگه. ولی طبیعتا حالا دیگه ما هم قرار نیست که مثلا نمیخوایم یه سازی مهندسی درست کنیم که یه جایی طبیعیه بزنه بیرون، هیچ اشکالی هم نداره. خب بگو ببینیم چی یادت میاد از اول. من اولین خاطره‌ای که از یه آدم بپرسن چه خاطره‌ای ممکنه یادت بیاد از بچگیت، این خاطر است. یادمه که خیلی کوچولو بودم ولی رنگ کاپشنم، مدل کلاهم، همه چی رو کامل به وضوح یادم میاد، بدون اینکه کسی اصلا برام تعریف کرده باشه که تو توی اون سن چی پوشیده بودی، کجا بودی، چه رفتاری کردی یا هر چیز دیگه. یه شب زمستونی سرد بود، یادمه که دیر وقتای شب بود و هوای کوچولو هم مه داشت. یکی از دلایلی که من الان خیلی از هوای سرد و مه‌آلود یکم بدم میاد همینه. آخرین باری که پدرمو دیدم توی همین هوا، توی همین ساعتا بود. پدرم منو گذاشت دم یک کلانتری نزدیک خونه و برای همیشه رفت. برای همیشه که میگم تا شاید سن 15-16 سالگیم باشه. من اصلا هیچ خبری از پدرم نداشتم. یادم میاد که منو با یه موتور رسوند دم کلانتری و تنها صحنه‌ای که یادم میاد از این اتفاق مادرم و دایی کوچیکم بود که منتظرم بودن و سری دویدن مثلا منو بغل کردن که وسط خیابون نمونم. من حتی اون نور تیر چراغ برق که زرد بود هم دقیق یادم میاد. خیلی خاطره عذاب آوریه. توقع نداشتم که الان اینقدر زود بخوام اصلا بغض کنم، ولی من اونجا گذاشتم برای دست. آره الان من شروع کنم یکی دستمال آب و بغل کنم دیگه. ولی گذشت تا فکر میکنم 15-16 سالگی من هیچ خبری از پدرم نداشتم. این مابین شاید یه چیز دردناکی که واسم همیشه وجود داشت این بود که من مجبور بودم به اصطلاح دروغ مصلحتی به همه بگم راجع به نبود پدرم.
خب سالیان پیش خیلی جا افتاده نبود که وقتی مادر پدر یه بچه از هم جدا میشن اینو خیلی راحت بتونن بیان بکنن. من یادم میاد همیشه به همکلاسیام، به حتی کسایی که می اومدن حالا دوست بودن، آشنا بودن و یه سرگذشت ریزی قرار بود از من بدونن و خودم معرفی کنم، میگفتم که پدرم یه مأموریت خیلی طولانی، مأموریتی که من شاید کلن از پدرم یه صحنه یادم باشه، همون صحنه‌ای که منو گذاشتم کلانتری و رفت، و چند تا عکس که تو اون عکس‌ها ظاهرا خیلی ما صمیمی به نظر می‌رسیدیم. یعنی اینجوری بود که نقشه پدر خیلی مهربون که بچه‌شو بغل کرده، خیلی دوستش داره، ولی اصلا در واقعیت اینطوری نبود. مثل عکسای اینستاگرام ملت. ویترین قشنگی داشت اون عکس‌ها. اون عکس‌ها اتفاقا تو مسافرت بود. از این عکسایی که منتشر میکنم مثلا پدر خوبم، قربونت برم، مثلا تو دیگه الگوی منی. یادمه که روز اول مدرسه من این صحنه رو هیچ وقت یادم نمیره. فکر کنم شیفت بعد از ظهری هم بودم و اون غروبه همچین دلم گرفته بود. خب خیلی هم چیزی نمیفهمیدم که روز اول مدرسه و در مدرسه باز شد که مثلا بچه‌ها برن، دیدم همه دارن میپرن بغل مامان باباهاشون. خب من مادرم شاغل بوده همیشه از اول، پدری هم وجود نداشت. خیلی مظلوم رفتم سوار اسنپ که نبود، سرویس بود اون موقع. من بگم سوار اسنپ شدم، اما که سرویس بود، ما اون موقع سرویس میگرفتیم. سوار سرویس شدم و برگشتم خونه، ولی هیچ وقت این بغضه واسم حل نشد. این بغضی که توی هر موفقیتم، توی هر شادی، تو هر اتفاقی، من انگار که اون پدره نبوده که من واسش تعریف کنم. خب این پدر هیچ موقع معلوم نشد چرا این کارو کرده؟ مثلا حالا خودش بیاد بگه، خانواده بگن، اطرافی هم خانواده خودش بگن، خانواده مادرت بگن، مادرت اصلا چی توضیحی یه چیزی؟ من خب هیچ وقت میگم تو سن خیلی کمی بودم، طبیعتا عقلم به این موضوع نمیرسید بخوام جستجو کنم، بپرسم، تا مثلا یکم سنم بیاد بالاتر، بزرگتر بشم، یکم دبیرستانی که شدم، مثلا یکم جستجو کردم که ببینم دلیل این اتفاق چی بوده. از یک طرف ماجرا شنیدم این رو، یعنی از سمت مادرم، که خب ما یه سری مشکلاتی داشتیم ما هم دیگه، که پدرتون موقع حالا درگیر اعتیاد بوده، درگیر یه سری اختلالات روانی که بعداً توی پروسه جدایی مشخص شده و تشخیص داده شده از قضای اسکیزوفرنی بوده و سیستمش هم مدلی بوده که دیگه پیگیر نشده دیگه. یه اتفاقاتی این وسط افتاده توی تایمی که میخواستن جدا بشن، مثلا از تایمی که دقیقاً تصمیم میگیرن جدا بشن از هم تا زمانی که این اتفاق بیفته، من یه مدتی میرفتم پیش مامانم، میومدم پیش بابام. یعنی مثلا هفته‌ای یه روزایی پیش مامانم بودم، یه روزایی پیش پدرم. یه روز بابام تصمیم میگیره که منو دیگه به مامانم پس نده، یعنی سر قولش نمیمونه و منو نمیاره به مامانم پس بده. یک هفته تمام من با همون لباسایی که برده شده بودم پیش پدرم، با همون لباسا و حتی سر و وضع خیلی کثیف انکار میکردن که بچه پیش ما نیست، تو بچه رو گم کردی و ما نمیدونیم بچه کجاست. از همین ماجرا شروع شد که خب آقا اگه قراره این بچه رو از این به بعد ببینی، بیا ماجرا کلانتری همینه، بیا یه جایی ثبتش کنیم که تو این ساعت میری، این ساعت هم بچه رو برگردونی. و از همین شد دقیقاً دیگه، انگار که حالت لج و لج بازی بشه. آره ما توی اپیزود 2 هم من گفتم این توی دعوای والدین تقریبا میشه گفت که متاسفانه قوی ترین و دم دستی ترین اسلحه بچه است. یعنی یه بار میشه چماق پدر تو سر مادر، یه بار میشه چماق مادر تو، بعد بکشه دیگه. یعنی اینقدر این از این ور میکشه، اون از اون ور میکشه. حالا من تو اپیزود 2 گفتم روان بچه پاره میشه، واقعا اتفاقی میفته تو روان بچه. حالا پاره میشه که من حس میکنم روان ما پوسیده میشه، پاره هم نمیشه. یعنی اگه پاره بشه اگه پاره بشه شما قطع امید میکنی دیگه، میگی تموم شد دیگه، من روانی برام نموند. تعریفی بابت پارگی نمیتونیم داشته باشیم ولی قطعا که آسیب میبینه، یعنی آسیب قابل توجه میبینه، بحثی توی نیست. که حالا فکر کنم تو هم جلوتر برسیم خودت شاید فهمیده باشی که این ترک شدنه، این مثلا حالا پاسکاری شدن، هر چی که اسمشو بذاریم، تأثیر چجوری بوده تو زندگیت. حالا پدر رو فکر کنم پدر دیگه خب نیست دیگه، یعنی بعد دیگه تا 15 16 سالگی گفتی که اصلا دیگه نبوده. نه
اصلا یه دلیل اینم بود که مثلا خودم هم هیچ وقت سمت این نمیرفتم برم بگردم ببینم پدرم کجاست. یعنی من حتی آدمه که خیلی من محدوده خونه‌شو میدونستم کجاست، ولی اصلا هیچ وقت اولا دلم نمیخواست تو اون محدوده وارد میشدم، حالم بد میشد، دوست نداشتم مثلا به اون نقطه از شهری که داریم زندگی میکنیم من پا بذارم. حتی اتفاقی هم دوست نداشتم برم. این شد که تا 15-16 سالگی دلیل خیلی مثلا معمولی که میشد مثلا ردش کرد، دلیل این شد که مثلا مادر من بره پیداشون بکنه و بگه که نمیخوای بچه‌تو ببینی بعد 15-16 سال، مثلا نمیخوای بدونی اصلا کجاست، چی کار میکنه. من یادم نمیره امتحانای نهاییم بود، یادم اون سال امتحان نهایی داشتم. اولین کسی که به من زنگ زد یکی از عمه‌هام بود. خب من نمیشناختم، شماره‌شون رو نداشتم، اصلا گیج و گنگ بودم که این کیه داره به من زنگ میزنه. اولین چیزی که بروز دادم خشم بود. صدام رفت بالا، گفتم تا الان کجا بودین؟ این چند سال اصلا معلوم بود شما کجا بودین؟ گذشت یکم آروم شدم، یکم گریه کردم، همه اومدن منو بغل کردن، مادر بزرگ و دایی و مامان و همه دور منو گرفتن. یکم آرومتر شدم، بابام زنگ زد. اشکم من نمی اومد. من اصلا نمیدونستم واژه پدر یعنی چی. اصلا هیچ معنا مفهومی برام نداشت این کسی که پشت تلفن داره با من صحبت میکنه پدرمه. نه اصلا تو زندگیم کسی رو پدر صدا کرده بودم، نه اصلا دیده بودم که مثلا کسی بخواد با پدرش صحبت کنه. مثلا با پدرشون صحبت میکنن چجوریه؟ دوستام زنگ می‌زدم مثلا اینجوری آره بابا من اومدم فلانجا، مراقب خودت باش، بابا بیا دنبالم، بابا میشه انقدر پول بدی، بابا کلاسم فلان ساعته. مکالماتی که من فقط با مادرم داشتم. بریک نیاز داری یه ذره؟ نه اوکی. پس پدر که تا 15-16 سالگی نبود، وقتی این که اومد طبیعیه دیگه، این برون ریزیه و این احساساتی شدنه. آره. چی گفتی بهش؟ اولین جمله‌ای که دقیق یادم میاد بهش گفتم کجا بودی؟ چرا ولم کردی؟ سوالی که توی 24 سالگی هم در تمامی روابطم از شاید از اونا نپرسم، از خودم میپرسم که چرا ولم کردی؟ یعنی ولت میکنن؟ آره. حالا یا دلیلش اینه که این ترس رها شدنه همیشه با من وجود داره، یا خودم یه کار میکنم رهام کنن. خیلی تو نتیجه تفاوتی نداره، ولی خب من آدم رها کن پیدا میکنی. آره دیگه، آدم دست به رها کردنش خوبه. من به این معتقدم، فکر کنم نتیجه گیریم یکم دیر بوده، ولی این نتیجه رو گرفتم که آدما وقتی یه نقصی دارن تو خودشون میگردن مکمل اون نقصه رو یه جورایی پیدا بکنن. تو روابط منم همین مدلیه. نه تنها من، فکر میکنم که هممون همینیم. من برداشتم این شکلیه که من یکی میگم، من یه نکته بگم حالا یادم میره بعضی موقع، نظر منه ها، بعدا نگید نمیدونم روانشناسی من روانشناس نیستم. ما توی به دنیا که میایم توی یه سناریویی قرار میگیریم، یه نقشی به ما داده میشه توی خانواده، دست خودمون نیست خیلی. بعدن هم سعی میکنیم سناریوهایی رو میخونیم و برامون جذابه، مثلا به اون انگار پیشنهاد میشه که تو این سناریو بیا بازی کن. یعنی یکی اومده مثلا تو ازش خوشت میاد، چرا خوشت میاد؟ یه نشونه‌هایی از اون سناریو آشنا اولیه رو داره و تو دوباره میری اونجا میگی خب دیگه اینجا یه نقشی بلدم بازی کنم. نقشی که مثلا رها میشه رو من خوراکمه دیگه، من بچگی تمرین کردم. نقش دیگه یعنی یکی بهت بپذیرته، چرا اصلا نفهمی چیه اینجا، من با چیکار کنم؟ تو هم خوشت میاد، غلط کردی مگه؟ مثلا من آدم جالبی ام که تو هم خوشت میاد. مثلا میریم تو این فضاها که شک میکنیم نه این یه کاسه زیر نیم کاسه شه، چون میدونی چون اون سناریوش با سناریو ما نمیخونه، میریم تو شک و داستان. خب تو به پدرت گفتی اینا رو، اون چی گفت؟ خب اینم جوابش چی بوده بعد 15 سال؟ فکر میکنم خاطرم نیست، 10 سال داره از این ماجرا میگذره، حدودا 9 سال 10 سال داره میگذره، ولی چیزی که کم و بیش تو ذهنم این بود که بذار بیام همدیگه رو ببینیم، صحبت کنیم. خدا میدونه من اون چند روزی که قرار داشته باشم با بابام، که میگم قرار چون واقعا ارتباط من با پدرم بعد
این همه سال واقعا شبیه دوست پسر دوست دختر بود. دیدین شما مثلا با یکی دیت میکنی، قرار میذاری، مثلا 2-3 روز جلوترش ذوق داری وای چی بپوشم، مثلا خیلی پرفکت باشم جلوی طرف، اوکی باشم، ترتمیز باشم، مرتب باشم. دقیقاً همون حس و حالو من داشتم، دقیقاً همون حس و حال. و ما یه روزی قرار گذاشتیم که من بعد از کلاس زبانم پدرم بیاد دنبالم بعد این همه سال. یعنی مثلا من دیگه با دومم گردو میشکوندم که آخ جون بابام داره میاد دنبالم. دزدکی هم قرار گذاشتیم، گفت بیا سر کوچه‌تون، من دوست ندارم بیام توی محلتون. دیدمش، من گریه نکردم. من یادم میاد این صحنه رو، مامانم دور وایساده بود ما رو نگاه میکرد، من گریه نکردم، خیلی خوشحال بودم. سوار ماشین بابام شدم و رفتیم خونه پدریش، یعنی پدر بزرگم که فوت کرده بود. با یه حجم عظیمی از فامیل مواجه شدم. یعنی من خودم شاید پدرم رو 20 دقیقه دیدم. در باز شد یه عالم فامیل که من اصلا هیچ کدومو نمیشناختم، اسما رو شنیده بودم فقط. همه بغلم کردن، کل خونه رو نگاه کردن، دیدم شبیه فیلم ها هستن الان مثلا سورپرایز میکنن کسی رو، عکساشو آویزون میکنن، مثلا عکسای بچگی من اونایی که دیگه داشتن در دسترسشون بود و آویزون کرده بودن توی خونه، جشن گرفته بودن، مهمونی بود قشنگ. خیلی خوشحال بودم که آخ جون من انقدر فامیل پیدا کردم، چون خانواده خودمون کم جمعیت بود. آخ جون من انقدر فامیل پیدا کردم. متاسفانه من کلن چند ماه بیشتر با این خانواده ارتباط نداشتم. شاید اندازه انگشتای دست بابامو دیدم. چرا؟ همیشه میومد دنبال منو میبرد پیش عمه هام، دختر عمه هایی که همسن و سال خودم بودم، میرفت خودش. بهونه‌ش هم این بود که خب تو پیش اونا راحت تری دیگه. من توی اون سال خونه پدرمو ندیده بودم. یعنی مثلا گذشت من دانشگاه قبول شده بودم که تازه یه بار دیگه پدرمو دیدم، خونه جدید گرفته بود، رفتم و براش یه غذا درست کردم، زرش بالو مرغ درست کرده بودم، چقدرم خوشحال بودم. یعنی دیگه نهایت کدبانوی این چند سالم، چیزایی که مهارتمو مثلا از مادرم یاد گرفته بودم و گذاشتم صدمو که دلشو یه جورایی به دست بیارم. به دست آوردی؟ بعید میدونم، اینطور به نظر نمیرسه. اگه به دست آورده بودم که هنوز با هم ارتباط داشتیم. حالا شاید اصلا دلش دل به دست آوردنی نبوده. یعنی چی؟ یعنی اون آدم هم، یعنی آدم ها کلن هر کی یه سری مسائل داره دیگه. من میتونم یه سوال بپرسم؟ حتما. شما دل به دست آوردن و با یه آدم معمولی فکر کنم دارید مقایسه میکنید. بچه دار بودن خیلی متفاوته. خب ببین اون مشکلاتی که تو روان آدم ها هست فرق نمیکنه، با بچه‌ش هم هست. یعنی خب مشخصا تو داری راجع به آدمی صحبت میکنی که خیلی آدم ارتباط نبود. مثلا نمیخوام اونو توجیه کنم و میگم یعنی 10 بار دیگه هم زدش پلو شاید درست میشه. نه اصلا دفاع ندارم. آدما مثلا راجع به پدرم یا راجع به این اتفاق، ببین خیلی ممکنه آدمای زیادی مثل من حالا از سمت مادرشون یا پدرشون ترک شده باشن، خب ولی من این مقوله اصلا تو کتم نمیره که بگن نه بالاخره باید ببینی، قضاوت نکن، اونم شاید مثلا یه داستانی داشته. چه داستانی واقعا. وقتی که شما به یه بچه رو به دنیا میاری، اون بچه اصلا خواست خودش نبوده، تقصیری نداشته، تمام این صلاحیت‌های روان رو باید بسنجی بعد بچه بیاری. این رابطه نیست که بگیم حالا اشکال نداره کات میشه دیگه با هم ارتباط نداریم که. خب نمیسنجن دیگه، نکته همینه. و یه آدم مثلا پر تراما، پر حس ناکافی بودن تحویل جامعه میدن. بعد مقصر اون ارتباط مثلا شکننده و آسیب پذیر کیه؟ میشه پدر مادر من مثلا. ببین یه تشبیه همیشه من دارم میگم، تو باید وقتی با اون مسائل به دنیا میاد هر کی و توی خانواده با مشکلات و تروماهایی که هست، عین یه چیزه، عین یه سری بدهیه که تو بالا نیوردی ولی تو باید پرداخت کنی. یعنی اینکه خب طبیعتاً تو اگه بخوای انتخاب کنی، پدری انتخاب نمی‌کنی که ترکت کنه، مادری انتخاب نمی‌کنی که مثلا کنترلت کنه، ولی رندوم تاسه میفتی تو اون خانواده، خیلی رندومه. و بعدن باید به مرور خودت بتونی این طلب و این بدهی‌ها رو در واقع صاف کنی با روان خودت
بعضی هم واقعا نمیتونن. این حقیقت دنیا اینه که بعضیا نمیتونن، اونم نمیتونه صاف کنه، بدتر میشه. 40 سالشه، 50 سالشه، بدتر شده که بهتر نشده، بدتر از پدرش شده، بدتر از مادرش شده. پدرش باهاش ارتباط نمیگرفته، اونم با هیچ کی نمیتونه ارتباط بگیره. و واقعا دنیا این شکلیه. یعنی اصلا یکی از چیزایی که من همیشه اهداف اصلی پادکستمه اینه که یه ذره از اون دنیای دیزاین شده یه بزک دوزکی در بیاین. واقعا یه سری زندگی‌ها تلخ شروع میشه، تلخ ادامه پیدا میکنه، تلخ هم تموم میشه. این حقیقت دنیاست و کار خاصی هم نمیتونیم در موردش بکنیم. ما در مورد خودمون فقط یه ذره کنترل داریم، بتونیم اون بدهی‌ها رو یه ذره صاف کنیم، از اینجا به بعدش درست شه. یعنی جایی که تو کنترل زندگیت میاد دست خودت، از اونجا به بعدش بتونی بالاخره، اگه تا الان نمیتونستی با آدم ارتباط خوب بگیری، اینجا بعد بتونی بگیری دیگه. اون چاله چوله هایی که اونا ایجاد کردن باعث نشه که تو از این به بعدش هم نتونی زندگی کنی. من که از ترسام همیشه همینه. همیشه به این موضوع فکر میکنم، نه که بخوام انرژی منفی بدم، ولی همیشه حس میکنم که نکنه که من که انقدر شروع دردناکی برای خودم داشتم، همینجوری این دردناکیه ادامه پیدا کنه و هیچ وقت دردش تموم نشه. همون حرفی که من بهتون زدم، گفتم وقتی که یه رابطه شخصیم تموم میشه، اولین جمله‌ای که به خودم میگم که آهو بابات که ولت کرد، چه توقعی از پسر مردم داری؟ ناخودآگاهه ها، ولی این جمله اولین چیزیه که بعد اصلا شاید اون ارتباطو من تموم کرده باشم، ولی این سرزنشه میاد تو ذهنم که من همیشه داری. من انقدر کافی نبودم، حتما نمیدونم، خوشگل نبودم، خوشهیکل نبودم، موقعیتم خوب نبوده یا هر چیز دیگه که باعث شده یه رابطه خوبی نداشته باشم. این اولین چیزیه که به ذهنم میرسه. خب بریم سراغ مادر. پدر رها کرد رفت، مادر بود چجوری بود؟ توضیح بدی که تو این تایمه که مادر بوده و تو مادرت بودی، مادر چجوری بوده؟ بود. مامانم همیشه بود، همیشه هست، ولی چه بودنی؟ یه بودنی که مجبور میشی برای اینکه زندگی بچه‌ای که به دنیا آوردیش با یه نفر دیگه ای رو نجات بدی و حالا اون یه نفر وسط راه شما رو ول کرده، مسیری گذاشتتون که مسیر شما شاید نبوده. مجبوری تمام توان نداشتت رو جمع کنی که بچه‌تو مراقبش باشی و این باعث میشه یادت بره که تو یه زنی، یه مادری، باید مادری کنی، باید اون ظرافتتو داشته باشی. من همیشه مامانم شبیه باباها بوده. بابا که ندیدم از نزدیک، ولی بابای دوستامو که میدیدم همیشه، مثلا اینجوری بخوام بگم، مامان همیشه آدمی بوده که میومده بغل میکرده، بوس میکرده، آی قربونت برم مثلا دخترم فلان. پدر همیشه نقش حمایتگری داشته که نمیذاشته هیچ وقت بچهش احساس ضعف کنه، چیزی نیاز داشته باشه براش فراهم کنه. یعنی این تصویر تو از یک پدر مادر نرمال؟ آره این تصویر من همیشه از یک پدر مادر نرمال بوده. حالا گهگداری هم میدیدم که مثلا پدرها میمدن دوستامو بغل میکردن یا حالا هر چیز دیگه، ولی خب پررنگ تره این بوده که مامان بیشتر مثلا فیزیکی، ارتباط فیزیکی با مادره بوده، حالا ارتباط منتالی بیشتر با پدر. حالا مثلا اینجوری بگیم که مثلا اون محبته و اون دوست کردنه و مثلا چیز با مامانه بوده، مثلا حالا حمایت جور دیگه‌اش با. خب بعد این تصویرته. آره این تصویر. واقعیت چجوری بوده؟ من یه مادری رو داشتم که پدر بود. این مردونه هم رفتار میکرد؟ مردونه رفتار نمیکرد. اتفاقا مردونه رفتار نمیکرد. یعنی این بود که شاید باعث میشد من یکم گیج شم، یکم سردرگم بشم. یه وقتایی اون خشمه هم بودا، خب بالاخره بچه است دیگه، اونم کلی فشار روش بود و منم گاهی مثلا تنبیه میشدم، داد سرم کشیده میشده، شاید کتکم میخوردم، ولی اون حس مادرانه هیچ وقت نبوده که بگم خب مامانم الان از صبح تا ظهر داره غذا درست میکنه، من از مدرسه میرم خونه میاد بغلم میکنه، مشقامو بهم میگه، لباسامو مثلا اتو میکنه و یه همچین داستانی نبوده. هر چی نیاز داشتم مامانم سریع برطرف میکرد. هر چیزی ناراحتم میکرد، تو مدرسه، تو بیرون، تو همسایه، نیاز مثلا به یه وسیله‌ای داشتم، یه لباسی میخواستم، درجا آنی برطرف میشد.
ولی چه شبایی که من با استرس این که نکنه مامانم هم ولم کنه نخوابیدم. یادمه که خیلی بچه بودم، خب من یه شبایی پیش مام بزرگم اینا میخوابیدم، چون مامانم به خاطر شغلش مأموریت هم زیاد میرفت، مثلا مجبور میشد دیر وقت برگرده. یه شب من یادمه یه لیوان آب میذاشتم بالا سرم، همیشه تو خواب دیدم که مامانم رفته توی اون لیوان گیر کرده و داره هی به لیوان میزنه که منو بیار بیرون. این ترس از اون سال تو ذهن من بود، به حدی رسید که وقتی با مامانم آخر هفته ها میرفتیم خرید واسه خونه، چنان استرسی میگرفتم. مامانم میرفت تو مغازه مثلا بیشتر از حد معمول میشد خرید کردنش، من تمام وجودم یخ میکرد، قشنگ دوندون میشدم قشنگ، که وای تموم شد الان مامانم یه بلایی سرش اومد، یا اینکه الان مثلا ماشین زد تا برسه بیاد سوار ماشینمون بشه، الان ماشین زد بهش. بعد خب اون موقع اون تایمی که من بچه بودم موبایل اینجوری نبود که مثلا در دسترس همه باشه، مثلا بتونی ارتباط برقرار کنی. الان مثلا دلت تنگ میشه واسه مامانت زنگ میزنی، ویدیو کال میکنی، صحبت میکنی، خیالت راحت میشه، حداقل میدونی توی شرایط سیفیه. من اینو نداشتم از مامانم. چند ساعت یه بار اگه میتونست از تلفن اداره جایی به من زنگ بزنه حال منو بپرسه خبر میگرفتم ازش. ارتباطتون چه جوری بود حالا جدا از اون تایمی که نبوده؟ اون تایمی که بوده چه جوری بوده تو خونه؟ مثلا ارتباطی که با هم داشتین، چون میگی مثل پدرها بوده، میخوام ببینیم اونجا چه جوری بوده. مامان من کلا آدم کم حرفی بود، یعنی اصولا خیلی برخورد خاصی بینمون پیش نمیومد، همه چی سیف بود، خیلی توی مثلا خط صاف، به جز وقتایی که من مثلا خبرچینی میکردم یا دروغی میگفتم یا مثلا مشقامو نمینوشتم. اوه دیگه تموم بود، دیگه آخر دنیا بود. فلفل میریخت تو دهنم، داد میزد یهو سرم. این مثلا یهو برخوردای تنبیه طوریش بیشتر شبیه باباها بود. فلفل؟ آره. یادمه که من اولین و آخرین باری که تو زندگیم خبرچینی کردم، مامانم اومد فلفل بریزه تو دهنم، انقدر که گریه کردم که مثلا این کارو نکنه، فلفل رفت تو چشمم و خیلی اوضاع بد شد، خیلی اوضاع بد شد. هیچ وقت هم یادم نمیره، فلفل قرمز بود. بعد این روش‌های انقدر شلاقی توی تربیت بچه، نمیدونم نتیجه چجوری بوده برات؟ یعنی فکر میکنی که مثلا فلفل ریختنه مثلا یه ذره برام قفل بود این که گفتی؟ تو اون دهه نه شما اون رابطه چیز نداشتی مثلا مادر دختری که الان دارن، مثلا با هم چه میدونم میرن میزون، میرن آرایشگاه، این ور اون ور، یه کارای زنونه، تو این کارای سالای اخیر داشتیم. تو این سالای الان ما تو 15 16 سالگی بیشتر. راستشو بخوام بگم نه. ارتباطتون بیشتر چه جوری بوده؟ من اینو بگم که راحت‌تر ملموس بشه این موضوع. من همیشه خب نمره هام همیشه بالا بوده، اون بچه درس خونه بودم، اون آدمی بودم که همیشه مراقب همه چی هست، مراقب خودشه، مراقب خونه است، خیلی دختر عاقلیه به اصطلاح و خب هیچ کس هم ممکنه نگرانش نباشه. از یه سنی که دوره بلوغ من شروع شد و نمود پیدا کردین اتفاقاتی که تا الان افتاده، من نمره های درسیم شروع کرد افت کردن. از همینجا شروع شد اولین جلسات تراپی رفتن من استارت خورد. چه تراپی؟ مشاور آموزش پرورش مثلا به ما معرفی میکردن. خودش باعث بدتر شدن اوضاع شد. اینو گفتم که مقدمه اینو بچینم. من واقعا خیلی ارتباط خوبی هم با مادرم نداشتم. شاید اون دوران اوایل بلوغ و نوجوانی اکثر چیزای زندگیم، اکثر حس و حالامو از مامانم پنهان میکردم. من با دوستای دخترم میخواستم برم بیرون، باز به مامانم دروغ میگفتم. فقط به خاطر اینکه میترسیدم الان دعوام نکنه، الان مثلا فکر نکنه که یه بلایی سر من میاد. پس ذهنم این بود که همیشه این چوبه تو سر منه، چون من پدر نداشتم الان همه بلاها قراره سر من بیاد. این عذاب وجدانه همیشه با من بود. یعنی یه کنترل شدیدی روت بوده یا نه؟ میتونم بگم اوایل نوجوانی آره خیلی شدید. مثلا کلاس زبانم با کنترل میرفتم. حتما وای میسادن مطمئن شم من رفتم تو، بعد من بیام. حالا فکر میکنی که یعنی تو این
اون دورانی که پدر کلا حضور نداشته مادر حضور داشته و تو حالا فکر می‌کنی کدومش فقدان کدومشون برات سنگین تر بوده؟ چون اینجوری که تو میگی یعنی خود مادرم تو نقش خودش شاید خیلی نبود. البته دید تو. چه سوال سختی پرسیدین. سخته واقعا، نمیتونم بگم که کدومشون سخت داره. یعنی زمانی که شما یه چیزی رو ندارین حداقل با این دیل میکنین، کنار میان که یکی رو ندارم. ولی وقتی که یه چیزی رو دارین ولی ندارینش خیلی سخت‌تر میشه فکر کنم. چون فکر کنم اصلا یه ذره طول میکشه تا بفهمی نداریش. شاید نفهمی نداریش ولی نداریش. اونی که نیست که نیست. من تو 1 سال گذشته که تراپی مداوم رفتم متوجه این موضوع شدم. تا قبلش واقعا فکر میکردم که حداقل از ساید مادر من همیشه تامین بودم. بعد تازه متوجه شدم ای بابا یه چرخم نمیلنگیده، کلا یه طرفم نصفه میلنگیده دوباره. انگار که همجوری دست به شکسته اومدم جلو. کلا اتفاقا خیلی از چیزایی که توی بعدن تو تراپی تو درمان تو روند تحلیل در میاد معمولا همین جوریه. یعنی یه چیزی که تو وقتی میدونی اگه ناحیه آسیب پذیری، حداقل این که مثلا چه میدونم میدونی دستت زخمه، حواست هست یه جایی میری دستت نخوره. ولی یه موقع است تو میگی آقا من هر جا میخورم دردم میاد ولی هیچی نمیبینم رو بدنم. این چی کجاست؟ این همونجاست. معمولا این اونجاست که روش سالمه ها، توش درد میکنه. یعنی یه کسی که هست ولی فقدانش هم حس میشه همزمان و تو نمیتونی بابت این سوگواری کنی چون هست، زنده است، جلوته، هر روز داری میبینی. و چقدر اتفاقی کتاب درست در اومد. کتابی که برات آوردن اصلا خیلی جالب بود. بخش خیلی مهم زندگی من اینه که من شخصیتم اینجوری شکل گرفت که خیلی آدم حمایتگری باشم. نمیدونم از کی اینجوری شدم ولی یه جا به خودم اومدم دیدم که انگار مادرم منم، پارتنر مامانم منم. همش من مراقبم که انگار خودم رو مقصر این زندگی میدونم. انگار من تقصیر همه این اتفاقایی که توی این چند سال افتاده منم. مقصر همشون منم. کسی هم چیزی بهت گفته یعنی خود همینجوری فکر میکردی؟ آره. زمینه‌شو داشتم یکم. حرفای پدر بزرگ مادر بزرگ و اینا یکم بدترش هم کرد. چی بود حرفا؟ یکم که خیلی نمونه سادهش این که من یه بیرون رفتن خیلی معمولی میخواستم با دوستام داشته باشم، با پارتنرم داشته باشم. اینا میخوام بگم تو سن خیلی پایینم نبوده ها، مثلا همین چندین سال گذشته بوده. از گوشه کنار میرسوندن. چه جوری دلت میاد؟ مامانت کل جوونیشو به خاطر تو داد. بعد تو داری دلت میاد بری شام تنها بخوری، بری با دوستات، مامانت تنها بمونه این مامانت تنها بمونه خونه پدر منو در آورده و هنوزم حل نشده. من به ظاهر خیلی خودم رو کنترل میکنم الان این موضوع رو هندلش کنم، ولی هنوزم وقتی مأموریت میرم، وقتی کارم طول میکشه، یعنی نمیرم تفریح کنم، دارم یه کاری انجام میدم. صرفا مامانت تنهاست. صرفا مامانم تنهاست. مدام یک قسمت از مغز من درگیر این موضوعه. مامانم نترسه، حوصله‌اش سر نره. این حوصله‌اش سر نره بیشتر به خاطر شخصیت خودمه. من زمین تا آسمون با شخصیت مامانم فرق می‌کنه. اون از تنهایی لذت میبره و خیلی هم باهاش اوکیه. اینو هی به من میگه یعنی تراپیست هی بهش گفته با گوش زد کن بگو که این انقدر عذاب نکشه، ولی خب حل نمیشه. خب تو اینا رو میگی اخیراً یه سری چیزا شنیدی که مثلا مامانت تنهاست، شاید بچگی هم یه سری نه که انقدر نه منظورم اینه که تا این سن ادامه داشته، از بچگی بوده. آره اون مقصر دونستن چی بوده؟ مثلا چیزی گفتن، چیزی دیدی، مثلا احساس کردی مزاحم زندگی مادرتی یا چه میدونم مثلا یه چیز هر چی، یعنی چیز آره دیدی؟ من یه خاطره تلخ دارم متاسفانه. یه شب دقیقا حتی یادم نمیاد چه کار خطایی کرده بودم. از مدرسه اومده بودم. خب من تایم خیلی کمی مادرم رو میدیدم. من از مدرسه می اومدم، یه تایمی تنها بودم. مامانم خب غروب می اومد خونه دیگه تا مثلا بنده خدا برسه غذای آماده بکنه. غذا هم که مثلا اینجوری بود آخر هفته ها بیشتر واسه طول هفته. اون شب فکر کنم خیلی رو مامانم فشار بود دیگه. از زمین و زمان فکر کنم بریده بود اون بنده خدا. دعوامون شد. منو نشوند وسط خونه. داشتم گریه میکردم. چند سالت بوده؟ فکر کنم 10-11
10 11 این حدودا. نشون دستت خونه و گفت میرم یه جا که نتونی پیدام کنی. و واقعا رفت تو ماشین تو پارکینگ، فکر کنم یه چند دقیقه نشست. چند دقیقه که میگم واسه من 1 سال گذشت. همون ترس بزرگی که تو داشتی دقیقاً متوجه این هستم که آدم خیلی ممکنه روش فشار باشه ها، ولی خب من اینو هیچ وقت یادم نمیره. دیگه تو دعواهای بعدی وقتی که میرسید به اون نقطه که حس میکردم مامانم ممکنه این حرفو بزنه، دیگه کوتاه میمدم، میرفتم سری بغلش میکردم، مامان ببخشید، ما معذرت میخوام. یه نفس بگیر تا این چیزی که میگی، یعنی این که مثلا تا کار به اونجایی میرسید که مامان بخواد یا انجامش بده یا حتی تهدید کنه به انجامش، بعدن تو رابطه نشون داد خودش. اصلا بیایم دیگه یواشاش برسیم به اون نوجوانی و برسیم به رابطی که حالا بوده، چه کاری چه غیر کاری. آره من یادمه که بیشتر زندگیمو اضافه وزن داشتم، یعنی حالا این دلیله که ول شدم از سمت پدر به کنار، از نظر ظاهری هم هیچ موقع اون اعتماد به نفس لازمو نداشتم تو زندگیم. یعنی به حول قوه الهی کلن همیشه حس میکردم من یه موجود زشت چاق اضافیم که همه دارن من تحملم میکنن، حتی خانواده‌ام. نتیجه گیریش مهمه. دقیقاً می‌خواستم بگم همه اینا رو میچینی که یه نتیجه راجع خود بگیری دیگه. آره دیگه، این نتیجه رو همیشه میگرفتم. فکر کردم مشکلم اینه، فکر کردم مشکلم چاقیه. لاغر کردم، اصلا کلن لایف استایلم تغییر کرد. من شدم یه آهوی دیگه، یه آدم دیگه. لباسای جدید، قیافه جدید، رفتار جدید، دوستای جدید. حتی اوایلش خیلی خوب بود، دروغ نگم، مرکز توجه بودم، خیلی بهم حال میداد، خیلی قشنگ خوش میگذشت بهم که انقدر پس منم آدم دوست داشتنیم. حالا شاید اون دوست داشتن اصلا واقعی نبوده ها، توجه بوده صرفا. چه لباس خوشگلی، چه رنگ موی باحالی، چه دختر پر انرژیه. ولی یه چیزی که بهتونم گفتم، تو برخورد اول با آدما من همیشه اون آدمم که جمع و گرم میکنه، خیلی برونگراه، اعتماد به نفس بالایی داره، میتونه صحبت کنه، اما کافیه یه لایه عمیق شی تو ارتباط با من عمیقاً یه آدم بی اعتماد به نفس و ضعیفی میشم. و همین برمیگشت به این که میترسیدم از این که الان من کوچکترین بحثی با پارتنرم میکنم، با دوستم میکنم، الان منو ول میکنه، الان منو میذاره میره. من واقعا تو زندگیم فکر کنم هیچ ارتباط امنی ندیدم. چی بود اولین رابطه؟ یعنی رابطه شاخصی چیزی اگه میتونی بگی؟ تو سن 19 سالگی من تو اون دوران دقیقاً همین لایف استایلم تغییر کرده بود. زشت بدآموزی داره، ولی خب اتفاقی که افتاده اون تایم من شاید روزی 3-4 بار با آدمای مختلف دیت میکردم. دیتی که اینجوری بود چت میکردیم، قرار میذاشتیم، بعد من میمدم خونه دیگه مثلا جواب طرف رو اصطلاحاً گستش میکردم. این یه بخشیش هم از اون عقده‌های درونیم بود که همیشه تو اون سن چون چاق بودم هیچ وقت پذیرفته نمی‌شدم، همیشه مثلا پس زده می‌شدم از سمت پسرا. این کار رو انگار می‌کردم که درونم آروم بشه. از بین همین روزی 3-4 تا دیت کردن من با یه نفر آشنا شدم. به خودم اومدم دیدم توی رابطه خیلی جدیم. خیلی جدی. اصلا نفهمیدم چی شد. یعنی من حتی درست نشناختمش. یه اینترو خیلی خلاصه از خودش به من داد. ظاهرش برام جذاب بود. تقریبا شبیه همون مرد کاملی بود که تو ذهن من بود. مرد کامل ذهن تو کجا اومده بود؟ همون. خودم شخصیت خیلی باثباتی نداشتم، نمیدونم چرا این. نه اصلا میخوام یعنی چه شکلی بوده مرد کامل؟ همون چیزی که پدرم نبود. چی بوده یعنی؟ یه آدمی که حمایتگره، خیلی بلد احساساتشو بروز بده. یعنی صرفا هم خیلی به پدر شاید برنگرده، یه بخشیش هم از سمت مادر است. آره. همش پدر نیست. بلد احساساتشو بروز بده، حمایتگره، ساپورتیو، بلده که چجوری رفتار کنه و رها نکنه.
بعد از قرار اول بعد از قرار دوم رها نکنه. مثلا پیگیر آفرین پیگیر. دیدم که خدایا این همون چیزایی که من میخوام داره تیک میخوره. خیلی عجیبه. بعد اوایل رابطه قشنگ اون لاو بومبینگ اتفاق میافتاد. توجه دهه 80 نه دهه 80 نیست، بمباران توجهی اینجوری بگم. توجه بیش از حد اگزاجره شده. فکر نمی کنم الان شما مثلا بخوای با یه نفر آشنا بشی قرار دومت حداقل برای طرف هدیه بخری. میکنی این کارو؟ من یه ذره اینو رد فلگی میبینم دیگه. من الان تو این سن دیگه دقیقاً اینا رد فلگه. من چون فکر می‌کنم بعد یه ذره میدونی بعد بره جلوی خورده پخته شه، یه ذره اصلا بشناسیم هم دیگه، اصلا بفهمیم می‌خوایم مثلا بریم نریم. شما اگه به عنوان انسان انقدر به خودت اعتماد داشته باشی که حالا در یه حد نرمالی همه چیت اوکیه و نقصی نداری، کمبودی نداری، چرا باید با یه چیز فیزیکی و مادی بخوای سعی کنی جبرانش کنی که به چشم نیاد؟ الان داری میگی دیگه. الان دارم میگم اشکال نداره. معمولا توی 18 19 20 سالگی تا 22 سالگی هم هیچ اشکالی نداره آدم‌ها اشتباه کنن. این باید اشتباه کنن دیگه. تو الان اون اشتباه کردی که داری راجبش نتیجه گیری می‌کنی. اگه 1000 نفر میومدن به من میگفتن که این آدم تهش قراره این کارو با تو بکنه، خب من باور نمی‌کردم. اصلا واقعا تو مخیلم نمی‌گنجید که بخواد همچین اتفاقاتی بیفته. چون همه چی خیلی داشت خوب پیش میرفت. پیگیری زیاد، توجه زیاد، حمایت اصلا زیاد. من عشق می‌کردم که شاید هنوزم اینو داشته باشم ولی خب سعی می‌کنم کنترلش کنم. عشق می‌کردم که این آدم میگفت فلانجا کار داری، خودم میام میبرمت. دقیقاً می‌بینی نقشه پدر. یه پدر ممکنه تو زندگی چیکار کنه؟ دخترم میام میبرمت فلانجا، فلان کارو برات انجام میدم. کسی مثلا اذیتت کرد، من هستم. من ازت دفاع میکنم. با وجود اینکه من تنها ممکنه من بتونم 10 نفر رو حریف بشم و هم بتونم چه میدونم از پس خودم بر بیام حق خودم رو بگیرم، ولی اینکه اون آدم داشت به موازات من این نقش رو اجرا میکرد خیلی برام جذاب بود. رسیدیم به اینجا که دیدم 1-2 ماه گذشت از رابطمون و خیلی جدی شده بود دیگه. واقعا مثلا دست از کنترل من خارج شده بود و یه ذرم دوست داشتم که دیگه کنترل من نبود رو رابطه. من دیگه چیزی رو پیش نمی بردم. حرف اون بود. رسیدیم به یه جایی که دیگه ما تو کافه سفارش هم میخواستیم بدیم. من دیگه نمیتونستم سفارش خودم رو بدم. چون خوشش نمی اومد من با حتی ویتر آقا صحبت کنم. متاسفانه من از این کار خوشم می اومد. خیلی لذت می بردم و فکر می کردم این از دوست داشتن زیاده. الان هم خوشت میاد هنوز؟ نه. من فراموش کردم که من آدمی بودم که خب توی خانواده بزرگ شدم، پسر دورمون بوده، دانشگاه رفتم، آدم بستگی نبودم که هیچی نبینم که. ولی از این کار خوشم میومد. انگار همون گیر پدرای ایرانی هست که دخترای سری ازشون مینالن، میگن وای پدر من چرا انقدر گیره، چرا انقدر متعصبانه رفتار میکنه. چون نداشتم و نمیدونستم داشتنش چه حسیه، خوشم میومد این آدم این کارو میکرد. انگار که شما یه زخمی داری، دیدی مثلا کش جوراب یا مثلا یه چیزی میفته رو اون زخم میخارونیش، لذتش 2 چندان میشه. این همچین حالتی داشت واسه من. نمیتونستم جلوشو بگیرم بگم نکن این کارو. یه خلایی بوده داشته باشی تو پرمیزشی حال میکردی دیگه. اولین دعوای ما هم همین جوری بود. یه مسافرتی من با مادرم رفتم که توی اون مسافرت یه چیزی باب میل این آقا نبود. اولین حرفی که تو دعوای اولمون به من زد این بودش که من خوشم نمیاد پشه نر از کنارت رد بشه، چه پسر 3 ساله چه مرد 60 ساله. من نمیدونم، ممکنه خودش بشنوه، ممکنه خودش هم نشنوه، نمیدونم، چون ما اصلا خیلی 3 سال داره از این ماجرا میگذره و ما ارتباطی هم اصلا ما هم نداریم. ولی این حرف انقدری تأثیر گذاشته که الان بعد 4 سال از این حرف داره، 4 سال 5 سال داره از این حرف میگذره، من هنوز تو ذهنم مونده. چرا من اونجا نزدم تو دهن این آقا؟ چرا اصلا همون لحظه کاتش نکردم؟ اون موقع که زمان زیادی نگذشته بود از ارتباط ما، چی جلوی منو گرفت که انقدر از این حرف لذت بردم؟ گفتم وای این دیگه منو خیلی دوست داره. به خاطر همین میگن نرید چتای 5-6 سال پیشتون بخونید، چون اگه چیزایی لذت میبرید چیزایی میگید که احتمالاً الان تغییر کرد. خدا رو شکر تغییر کردی، یعنی
ذهنیتت حداقل الان عوض شد. من چرا باید لذت ببرم از این که پارتنرم به من بگه من خوشم نمیاد پشه نر از کنار تو رد بشه؟ چرا به نظرت لذت می‌بردی؟ واقعا دلیلشو نمیدونم. دلیل این مورد رو نمیدونم واقعا، به خاطر اینکه من اهل خیلی ارتباطات باز بودم، مثلا بخوام جلف رفتار کنم واقعا اینجوری نبودم. یه حس مالکیت سنگین نمیداد که مثلا من این داره. چرا؟ یه چیزی هم بود، این ترس از دست دادنه از سمت من همیشه خیلی زیاد بود. یعنی مثلا ما یادمه که بحثمون میشد، من سری دست باچه میشدم، شب که با حال بد میخوابیدم، این درد قفس سینه و نخوابیدن و اینا میمد سراغم. صبح چشممو باز میکردم میرفتم دم خونه‌شون. یعنی یه حسی که شاید پسرها ازش متنفرن و فرار میکنن رو من به طرف میدادم. چیه اون حسی که ما متنفریم ازش؟ پیگیر شدن دیگه. این پیگیر شدن بیش از اندازه. شما فکر نمی‌کنم با پارتنرت دعوا کنی خوشت بیاد صبحش مثلا دم خونتون باشه، زنگ تکست پشت سر هم دیگه که بیا پایین مثلا، ولی واقعا هیچکس درک نمیکنه که من اون لحظه چه حال بدی داشتم، چقدر اون اتاق اون خونه واسم حس خفگی داشته که مجبور شدم به خاطر حل کردنش، به خاطر اینکه مطمئن بشم این آدم هم منو ول نکرده، خودم با پای خودم برم سمتش. شاید مقصر اون دعوا هم من نبودم واقعا، فقط و فقط به خاطر اینکه از دستش ندم. چی شد رابطه؟ مسیر زندگیمون خیلی تغییر کرد. من فکر میکردم که هم مسیر همدیگه قراره باشیم، یعنی تصورم اون تایم این بود که یه مسیر رو با هم شروع میکنیم، تلاش میکنیم، میریم جلو، ولی اینجوری نشد. منو دقیقاً مثل پدرم وسط راهی ول کرد که مسیر من نبود. من الان با این شخصیت میدونم من آدم مهاجرت نیستم. شاید چند سال دیگه شخصیتم تغییر کنه، ولی میدونم که من آدم مهاجرت نیستم. من تا پای رفتن با این آدم تلاش کردم، دویدم، جنگیدم. یه شب این آقا تصمیم گرفت که دیگه جواب منو نده. در اوج خوب بودن، در اوج پرفکت بودن رابطه. یعنی دیگه شما داری فکر میکنی که من چند ماه دیگه میرم پیش پارتنرم، آخ جون دیگه این دوریه تموم میشه. وسط رابطمون یهو رابطمون لانگ شد، ایشون مهاجرت کرد، منم قرار بود برم. لحظه شماری میکردم. من دیگه این سایت سفارت و هی کد پیگیری میزدم که مثلا هی چک کنم ببینم الان تو چه وضعیتیه، الان نیومد. هر روز ویدیو کال کن، هر روز رابطه خیلی خوب و خفن داشته باش، از همه دنیا هم ببر، هیچ دوستی دورت نمونه. یعنی یه سوال، الان تو فکر می‌کنی مثلا هر روز ویدیو کال کردن رابطه خیلی خوب و خفنه؟ من فکر میکردم، نگفتم الان هست، نه مثلا تایم این موضوع رو ندارم. الان زندگی بخش دیگه هم داره به هر حال. خب ادامه صحبتم میخواستم اینو بگم که من تمام زندگیم خلاصه شد تو یه آدم و این به نظرم اشتباه ترین کار ممکنه که یه آدم میتونه با زندگیش بکنه. اینکه شما کل زندگی تو ببندی روی یه آدم خیلی کار اشتباهیه. یعنی دوستات و خانوادت و تفریح تو همه هر کاری که میتونی توی زندگی تنها انجام بدی رو ببندی به یه آدم، به یه کار، به هر چی، به یه چیز. به یه چیز ببند. وقتی اونو از دست میدی عملا تو دیگه زندگی نمیتونی بکنی، میمیری انگار. یه میزی که روی پایه است، یه پایش که بیفته کل میز میفته دیگه. شاید بعد اینو میفهمیدم که کار به اینجا کشید، چون من میکشتنم هم توی اون سن امکان نداشت من تنها جایی برم. همیشه باید با دوستان میرفتم کافه، رستوران، مسافرت، حتما باید یکی همراه هم میبود. خیلی طول کشید تا بفهمم که من میتونم تنهایی مسافرت برم، میتونم تنهایی کافه برم، تنهایی کنسرت برم. اینا شعار نیست، من واقعا این کارا رو کردم. انتخابم نیست، مثلا ترجیح نمیدم تنهایی برم چون شخصیتم این مدلی نیست، ترجیح میدم تو جمع باشم بیشتر. ولی من کل زندگیمو بستم رو اون آدم و زمانی منو رها کرد که اصلا توقعشو نداشتم. اصلا نه بحثی، نه ناراحتی، نه دلخوری. بعد چی شد بعدش؟ تصمیم گرفت که دیگه جواب منو نده.
فکر کنم تا 1 ماه بعد از این داستان خب جواب زنگ و تکست منو که نمیداد. بعد شما فکر کن من یه آدمی بودم که تو رابطه همیشه بحثمون میشده، میرفتم دم خونش یا مثلا یه جایی پیداش میکردم که میدونستم اونجاست. الان دیگه دستم به هیچ جا بند نیست، هزاران کیلومتر از من دوره. من چیکار کنم؟ چجوری پیداش کنم؟ چجوری حرف بزنم وقتی نمیخواد حرف بزنه؟ اصلا این که نمیتونم توضیح بدم و همیشه هم عادت کردم زیادی توضیح بدم، خیلی برام اذیت کننده است. خیلی. تا 1 ماه ما همدیگر رو داشتیم، اینستاگرام فالو داشتیم همدیگر رو، استوریاشو میدیدم کجاها میره، ولی همچنان جواب منو نمیداد. همچنان. تا دمدمای تولد من فکر میکردم که قرار سورپرایز تولدم باشه، که کادوی تولدم ویزام باشه و برم پیشش. خیلی خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه میکردم. یه چیزی جالب اینجا هست اینه که دقیقاً وقتی که آدم توی یه چیزی دیگر میخواد باور کنه، واضح ترین نشونه ها رو هم تبدیل میکنه به یه چیزی که بگه نه خب پس این چون اینجوریه میخواد اون کار رو بکنه. یعنی اون چیزی که دوست داره در نهایت نتیجه‌ای که دوست داره رو بگیره، ولو اینکه اصلا متریال اون نتیجه گیری در اختیارت نیست، به زور. آره دقیقاً یادم نمیره که لحظه‌ای که برگه سفارت رو گرفتم و خب زبان اون کشورم بلد نبودم، نیازمند این بود که یه تایمی طول می‌کشید من اینو ترنسلیتش کنم بفهمم مثلا چیه این. اولین کلمه که خوندم ریجکت شدم. چیزی که واسش تلاش کرده بودم، دویده بودم، کلی انرژی داشتم، کلی ذوق داشتم بابتش و کل زندگیمو رو اون بسته بودم. ریجکت شدم و خیلی راحت همه چی ورق برگشت کامل. من موندم و همین احساس پوچی که ادامه دار شد دوباره. من همینجوری فکر میکردم آدم کافی نیستم. حالا فکر اینم اضافه شد که من چون نتونستم مهاجرت کنم پس آدم بی خودیم، پس آدم به درد نخوریم. تو این دوران مادرت که کنارت بود چجوری بود؟ یعنی ارتباطت با مادرت؟ خیلی. اگه مامانم نبود من میمردم واقعا، چون خیلی به خودکشی فکر میکردم. من یه چیزی این پرانتز این وسط باز کنم، تراپیست بد میتونه تأثیری بذاره تو زندگی شما که حالتون از هر نوع مشاوره‌ای، هر نوع روانشناسی به هم بخوره. نمیخوام تقصیر این اتفاقات رو بندازم گردن اون تراپیست، ولی بی تقصیرم نبود. من با اون تراپیست حدوداً 7-8 سال تراپی میرفتم از بچگی. مثلا مشکلات بچگی منو میدونست، در جریان همه چی بود. خب من با پارتنرم با هم پیشش میرفتیم. تمام این اتفاقات رو میتونست یه جور دیگه واسه من رقم بزنه، ولی با جواب ندادنا، با اینکه میدونست من حمله های عصبی بهم دست میده. این تراپیست هم جواب نمیداد؟ تکست میداد میگفت کار دارم، فلان روز پنجشنبه هفته دیگه میتونم برات وقت بذارم. و من تو شرایطی بودم که ترم آخر دانشگاه بود، کلی ارائه داشتم و یه عالمه داستانی که من اصلا میدونی انگار که از کودکی پرت شدم توی پیری، انقدر طولانی. چون من کودک درون خیلی فعالی داشتم، مثلا فکر نمی‌کردم، مغزمو بسته بودم گذاشته بودم کنار این آدم. مثلا این آدم داشت پیش می‌برد منو. کل برنامه با هم ریخت دیگه. پرت شدم وسط مثلا یه اتاق سفید هست توی فیلم‌ها نشون میدن که فقط سفیده، هیچ چیز دیگه ای نمی‌بینی جز سفیدی. من دقیقاً اون 4 ماه 5 ماهی که شبیه جنازه افتاده بودم و باور نمی‌کردم چه بلایی سرم اومده، تو اون اتاق سفیده بودم. داشتم این حس رو. صدای هیچ کس رو نمیشنیدم، نمیفهمیدم. بعد انگار که نمیدونم تجربه این موضوع رو دارین یا نه، تو رویاتون واقعا زندگی کردین، چشماتون باز باشه ولی یه جای دیگه باشین اصلا زندگی. بعد لحظه به لحظه شو من زندگی میکردم، واقعا باور نمیکردم که من الان کجا. من فکر میکردم که الان کنار اون آدمم زندگیمون هنوز خیلی خوبه، همه چی خیلی خوب داره پیش میره. نه، امکان نداره مثلا این آدمم مثل بابات ولت کنه. نه، اصلا امکان نداره. ولی حتی اینم که پیگیرترین بوده ول کرده، بعدن نتیجه گیری چی شد؟ الان نتیجه گیری می شده که تو 24 سالگی من دیگه حرف هیچ احد و ناسی رو نمیتونم باور کنم.
اونی که اونقدر خوب مایه میذاشت اول رابطه و انقدر رابطه رو خوب پیش برد، تهش این شد. الان من چه توقعی از بقیه میتونم داشته باشم؟ نمیدونم، شاید باید یه ذره اینجوری بهش فکر کنی که حالا اون مایه گذاشتن مگه درست بوده؟ اونم یه رفتار اگزاجره شدیدی بوده که یه جای کارش میلنگه. مگه اون تو بعد میگم اونو انگار فرض کردی که اون رفتار درستیه. اگه اون غلط شده پس همه چیزای دیگه هم غلطه. ببین آدم ناخودآگاه از یه رابطه که احساس رضایت داره اونو میکنه قالبش، میکنه قالب روابطش. مثلا چیزای خوب به اون رابطه رو برمیداره و فکر میکنه که رابطه همونه. اصلا خاطره خوب معمولا یاد میمونه. بدترین رابطه هم تو خاطرات خوب یاد همینو میخوام بگم. شما اگه بهت بگن قالب یه رابطه چه شکلیه، عموما میای گلچین روابط خوبتو میذاری تو اون قالبشو اونجوری قرار میدی. اگه بهت بگن تو اون رابطه که خیلی رضایت داشتی، خیلی همه چی پرفکت بوده، یه چیز بد بگو، خیلی طول میکشه تا اون بد رو یادت بیاد نسبت به خوبه. تو بستگی داره کی بپرسن. اگه ازدواج کرده باشی بعد 4-5 سال فقط بدیای طرفو میگی، بدیای رابطه رو میگی. ولی رابطه‌ای که آره تموم شده بعدن که فکر میکنی دیگه مثلا 10 تا بدی داشتی، 2 تا خوبی رو اندازه 20 تا میگی. فقط خاطر خوبا رو میگی و یاد نمیاد که چه مکافاتی بوده. من یه چیزی رو هنوز نفهمیدم که بعد از تموم شدن این ارتباط و دوره سوگواری و مووان کردن اصطلاحاً کجای کار من داره میلنگه که من هر آدم دیگه‌ای هم باهاش آشنا میشم رگه هایی از این رفتار توش میبینم. خب اتفاقا الان خواستم برسم به اینکه بعد از اینکه از این رابطه تموم شدی و به قول تو اتاق سفیده تموم شد و پاهات برگشت رو زمین، اونجا بعدش چه خبر؟ یکی از چیزایی که خیلی کمکم کرد سر کار رفتن بود. من دانشگاهم تموم شد، 6 ترمه گرفتم مدرکمو و به خاطر اینکه خونه نمونم و خونه منو نخوره دیگه از اون کاناپه مرگ در واقع بیام بیرون، چون من اسم اون کاناپه رو گذاشتم کاناپه مرگ. یه کاناپه داشتی تو خونه؟ آره یه کاناپه داشتیم تو خونه که من اصلا خواب درستی که نداشتم، کلا یه جورایی انگار مثلا بیهوش میشدم دیگه. کلا اون کاناپه بودم، ویویی که میدیدم مثلا یه پنجره خونمون بود که ماه معلوم بود ازش. این کاناپه مرگ بود قشنگ واسه من، چون تو چسبیده بودی بهش. اصلا جون بلند شدن نداشتم. چند وقت؟ کنم 4 ماه یا 5 ماه. اینم من 4 ماه یا 5 ماه نان استاپ. من توی 1 ماه اول این داستان یه چیزی حدود 5-6 کیلو کاهش وزن داشتم توی 1 ماه، چون هیچی نمیخوردم، فقط گریه میکردم، فقط گریه. بعد وضعیت اونجایی بدتر شد که اواخر این داستان من حتی گریم هم نمیومد، یعنی زور میزدم گریه کنم گریم نمیومد. میترسیدم از اینکه نتونم گریه کنم، میترسیدم واقعا. الان خوشحالم به یه جایی رسیدم که حداقل این دردا و رنجایی که کشیدم باعث میشه یه کم اشکم در بیاد بیرون، چون من چیزی رو تجربه کردم که گریم هم در نمیومد واقعا. سوال بی ربط، بعد 15-16 سالگی در بابات چه خبر تا الان؟ هیچ. میاد استوریای تلگراممو نگاه میکنه، نفرتمو بیشتر میکنه با این کار. این پسیو بودنش اذیتت میکنه؟ اینکه هیچ کاری نمیکنه اذیتم میکنه. یعنی من که اون استوری رو نمیذارم که مثلا شخص خاصی ببینه، که خب یه چیز پابلیکه. طبیعتا وقتی داره میبینه من تو ذهنم این نیست که اینو بذارم که بابام بیاد یه ریاکشنی نشون بده. ولی چرا میای نگاه میکنی؟ تو اصلا از زندگی من هیچ خبری نداری. یعنی چی میای نگاه میکنی؟ چی میخوای بدونی؟ کجای زندگی منی که این استوری رو نگاه کنی؟ لباس تنمو خودم خریدم، جایی که رفتم خوش گذروندم خودم رفتم، حتی گوشی که باش عکس گرفتم این استوری رو گذاشتم هم برای خودمه. تو این مثلا چی کاره ای؟ برای چی استوری من نگاه؟ اصلا به چه حقی؟ خشمو ببین. یا خدا. من همیشه تو جلسات تراپیم یه چیزی میگم، شاید الان خوشایند نباشه، شاید مثلا محتوای حساس به حساب بیاد این چیزی که میخوام بگم. ما محتوای حساس نداریم. این چیزی که من توی جلسات تراپی میگم همیشه میگم که اگه بابای من یه روز پایین خونمون ماشین بهش بزنه، اون طرفم یه آدم رندوم بهش ماشین بزنه، 100% میرم بالا سر اون آدم رندوم.
بود و نبود این آدم برام جز خشم هیچ فرق دیگه ای نداره. من از بابام متنفرم، چون دلیل تمام این ناراحتی‌ها و حال بدم بابامه. سهم مادرتو چجوری می‌بینی؟ نمیگم مادرم بی تقصیره، نه من نمیخوام اصلا بگم. آره. هیچ وقت نمیگم بی تقصیره. شاید تنها سهمی که از مادرم بخوام داشته باشم بود که عاقلانه یکم بیشتر تصمیم میگرفت. اون رد فلگا رو از بابای من میدید. اون رد فلگا رو اصلا قبل از بچه دار شدن از بابای من دیده بود. چرا بچه آورد؟ این واقعا نکته مهمیه. ببین یه زمان من خودم دارم میگم اوایل رابطه از پارتنرم رد فلگ دیدم ولی ادامه دادم. به خاطر چی؟ به خاطر اون فقدان‌هایی که داشتم و فکر می‌کردم این فقدان‌ها داره پر میشه اگه ادامه بدم و من کوتاه بیام. قضاوت نمی‌کنم، نمیدونم حالا مامان من چه فکری می‌کرده، ولی بچه آوردن دیگه واقعاً هضم نشدنیه. چون الان باعث این خشم، باعث این حس بدی که من دارم، مقصرش دیگه واقعاً من نیستم. این چیزی نیست که شما بگی خب تو خودت حلش کن، ببخش فلان کن. نه اتفاقا من انقدر بدم میاد این روانشناسی زرد که میگن ببخش فلان کن. نه من حتی حالا کتابی که توی اپیزود 3 دادیم به مهمونمون راجع به همینه که آقا اصلا لزوما نباید ببخشی. اصلا چه بخشیدنی؟ شما زمانی آدمو میبخشی که پشیمون باشه از کاری که کرده. حداقل ترین کار اینه که طرف بگه ببخشید که من تو رو رها کردم تو 2-3 سالگیت. من این جمله رو نشنیدم و این معجزه میکنه. آدما نمیدونن یه موقع هست. آره واقعا شاید من الان دارم میگم که من انقدر خشم دارم، اگه همین الان من از در اینجا برم بیرون و به هم زنگ بزنن بگم بابات مرده، من همون آدمی ام که عزاداری میکنم، گریه میکنم، آدم بی‌عاطفه‌ای نیستم. اما نمیتونم آدمی رو ببخشم که هیچ وقت تقاضای بخشش نداره. اصلا خیلی عجیبه، کلا میگی خاموش و ساکته، هیچی. نمیدونم که چی تو سرش میگذره که انقدر بی تفاوته، انقدر بی حسه. من امیدوارم کسایی که میشنون اگر پدر مادر هستن، ببین گاهی اوقات نمیدونم چیه داستان، خود یه ذره مثلا غروره، یه مقداری چیه که مثلا پدر مادرش از زورشون میاد به بچه بگن آقا ببخشید یه جا کم گذاشتیم، 2 جا کم گذاشتیم. من تو اون سن خب تصویر خیلی گنگی از بابام یادمه دیگه. فکر کنم بعد این همه سال بابامو که دیده بودم واقعا تو چشماش هیچ ذوقی نمیدیدم. اصلا دروغ نمیگم، اصلا پیازداغشو زیاد نمیکنم. خب من این ذوقو تو چشمای پدر بزرگم شاید میدیدم زمانی که دانشگاه قبول شدم. ببین من هنوز با این سن مأموریت میرم برمیگردم، حالا سوغاتی بیارم نیارم، پدر بزرگم واقعا ذوقو تو چشش میبینم. پدر بزرگم تازه میخوام بگم یه پله دورتره. من اون ذوقو تو چشمای پدرم ندیدم. من تلاش نکردم سالم زندگی کنم، یا مثلا مادر من منو نگهداری نکرد که تو بخوای تاج گلی سر من بزنی، ولی هیچ وقت ذوق نکرد به اینکه یه دختری مثل من داره. هیچ وقت. و همینم باعث میشه من همیشه فکر کنم نکنه واقعا من کمم، نکنه واقعا اصلا اون جوری که باید نبودم که منو دوست نداره. اون بچه قبل مثلا بدهی داره. نمیدونم، من چون خودم بچه ندارم، من نهایتا یه دونه مثلا تو زندگی یه دونه پت نگه داشتم دیگه، اونم واقعا بی قید و شرط دوستش داشتم. ایرپادمو میخورد دوستش داشتم، خرابکاری میکرد دوستش داشتم، هیچ وقت ولش نمیکردم. اون که پته. من چی باید میداشتم و نداشتم که پدرم هیچ وقت منو دوست نداشت؟ جواب این سوالو هیچ وقت نگرفت. اون حس اولیه چقدر میدونی شبیه یه چیزی من میخوندم میگفت هواپیمایی که مثلا از اون ور کره زمین بلند میشه میخواد بره این ور، کافی 2 درجه منحرف شه دیگه. این ور 2 درجه منحرف نیست، این ور چند ده هزار کیلومتر اون ورتر فرود میاد، یعنی یه انحراف کوچیک. و واقعا شاید مثلا توی همون 2 سالگی 3 سالگی یه رفتار ساده، شاید من همیشه اینو واقعا خودم هم سعی میکنم رعایت کنم، میگم اگه یه بچه‌ای میبینید که احساس میکنید مثلا تحت فشاره، حالا چه میدونم مثلا تایید نمیگیره، مثلا هیچ موقع کسی بهش نگفته آفرین،
یه دست بکشین به سرش، آفرین بهش بگید. شما شاید خیلی هم یادتون نیاد ولی اون بچه بعدا میشه 20 سالش 30 سالش، بذار یه جای ذهنش یه چیزی روشن مونده باشه که من نگه من دوست داشتنی نیستم، من نمیدونم خواستنی نیستم، یادش بیاد که مثلا چه میدونم یه سامان نامی یا آهو نامی یه جا به این بچه تایید داده، یه بذری بذار تو ذهنش، بذار اونو بزرگ کنه حداقل. من خیلی بقیه رو خوب راهنمایی میکنم، هممون همینیم دیگه، ما باغبونیم بتونیم باغچه خودمون رو بیل بزنیم. همیشه به آدمای دورم میگم که یه ذره با کودک درونت آشتی کن، با اون 5 ساله درونت آشتی کن. از این حرفای کلیشه‌ای که شاید خودم تو اتاق درمان شنیده باشمش و هر بارم باهاش مواجه میشم برون ریزی شدید میکنم، گریه میکنم، چون اصلا طاقت مواجه شدن با آهوی 5 ساله رو ندارم. ما حرفایی که بقیه میزنیم رو داریم به خودمون میزنیم با صدای بلند. اصلا من چشمامو میبندم نمیتونم خود 5 سالمو ببینم، نمیدونم دلسوزی زیاده، نمیدونم اصلا شرمندگی چیه قضیهش، نمیدونم. طاقت شاید نداری ببینی. آره واقعا من طاقت ندارم. یه بچه 5 سال الان داشته باشی چه حس چیه بشه؟ نمیتونم به داشتن بچه فکر کنم. اگه داشته باشی ترجیح میدم نداشته باشم، ولی اگه داشته باشم تلاش میکنم جلو همه در بیام، به خاطرش جلو همه ازش دفاع کنم، میرم من ولش نکنم. یعنی مثلا حتی اگه دیگه جون نفس آخرم هم بود ولش نکنم. به عنوان مادر سعی میکنی ارتباطت باش چجوری باشه؟ اون چیزی که شاید مثلا حالا احساس کردی مثلا دوست داشتی رابطت با مادرتون طوری باشه. نمیترسونمش هیچ وقت، از خودم یه دیو نمیسازم تو سرش، حالا با دعوا کردن یا با شیوه تربیتی یا هر چیز دیگه ای نمیترسونم که به هم نزدیک بشه. سعی میکنم ارتباط فیزیکیمو باهاش بیشتر کنم. حالا امیدوارم کسایی که میشنون، هم برای خودم امیدوارم یادم بمونه، هم برای کسایی که میشنون، این ارتباط فیزیکی واقعا معجزه میکنه. یعنی شما نمیدونی تاثیر این بغل چقدر میتونه زیاد باشه رو بچه یا حالا اصلا رو فردی که داری باشه ارتباط میگیری. من مادامی که مامانم کلا از بوس کردن خوشش نمیاد، همیشه سر به سرش میذارم، بهش میگم من بوست میکنم، رومو که میکنم اون طرف، دستتو میکشی رو صورتت که جای بوسه رو پاک کنی. دوست نداره، بوس دوست نداره. مامان من گل دوست نداره ولی من دوست دارم. بغل دوست نداره خیلی ولی من خیلی دوست دارم، خیلی خیلی زیاد. من همیشه یادمه مامان بزرگم موهامو ناز میکرد، بعد مامان بزرگم موهامو ناز میکرد خوابم میبرد. همون نازو اگه مامانم میکرد خوابم نمیبرد چون خسته میشد. یه دوتا اینجوری میکرد، بعد هبا بهش میگفتم مامان میشه ادامه بدی نازم کنی؟ مثلا رفع تکلیفی میشه ادامه بدی یه ذره موهامو ناز کنی؟ من که الان تو در پوزیشن و موقعیتی نیستم که بخوام کسی رو نصیحت کنم، ولی منم واقعا معتقدم خیلی تربیت بچه خیلی کار ظریفیه و خیلی باید حواسمون به خیلی چیزا باشه. بچه از هر چیزی میتونه یه برداشتی داشته باشه که برداشت کل زندگیشو تحت تاثیر قرار بده. یعنی با یه برداشت ساده میتونه باعث بشه که کل مسیر زندگیش، کل مسیر رابطه عاطفیش، روابط عاطفیش، مسیر شغلیش تحت تاثیر قرار بگیره. ما ببین همین لمسی که تو میگی یه اتفاق روتین ساده است، باید اتفاق بیفته، بعد بچه بغل بشه، نوازش بشه. وقتی نمیفته برای تو تبدیل میشه به یک موزل، یک موضوع، و بعدن تو روابط هم حتما 1000 تا داستان به وجود میاره. الان بعد از همه این داستان ها یه جمع‌بندی راجع به خودت، زندگی تا اینجا، تا این سن که هستی، یه چیزی بگم. من حقیقتا فکر نمی کردم که ما به این زودی مهمون ده هشته داشته باشیم و هم حضور تو هم کامنت هایی که من دارم میبینم خیلی خوشحالم که بچهای 22 ساله 20 ساله دارن گوش میکنن. امیدوارم که من خودم حساب نمیکردم، یعنی فکر نمیکردم گوش کنم، ولی خیلی خوشحالم که دارن گوش میکنن. یعنی خود من شاید خب خیلی دیرتر یه سری چیزا رو فهمیدم، امیدوارم اونو زودتر بفهمن، یه ذره صرفه‌جویی بشه تو زمانش. من امیدوارم حتی به خاطر شواف کردن و ترندم که شده باشه، یعنی میشنوم به خاطر اینکه چشم و همچشم میکنن، من فلان پادکست رو تموم کردم، فلان پادکست رو گوش دادی، مثلا اینجوری. واقعا امیدوارم حتی اگه به خاطر چشم و همچشمی هم هست گوش کنن، جای بدی نمیره.
تأثیری که تو ناخودآگاه آدم داره، شما زمانی که از خونه تا محل کارتون میرین، حتی اگه حواستون هم نباشه دارید چی گوش میدید، تأثیر اون کلمات میمونه. برای خود من که به شخصه همینطوره، چون خیلی شده که من سر کار رفتم، انقدر گرم کار بودم که نفهمیدم 2 تا 3 تا اپیزود پادکست گوش دادم، تموم شده رفته. ولی اگه ازم میپرسیدی چی گوش دادی، میدونستم چی بوده قضیه. من کلا یکی از چیزایی که دارم سر این پادکستی که از اهداف مهممه اینه که یه ذره داستان هم دیگر بشنویم، یه ذره اون ویترینا رو تو اینستاگرام داریم میبینیم، تو توییتر داریم میبینیم. خودت هم میدونی دیگه، اینستاگرام همه خوشگلن، تو توییتر هم همه بددهنن. تکلیفشون معلومه. آره، حرفی که من زدم دیگه عموما راجع به خودم همه میگن وای چقدر خوش میگذرونه، چه دختر شیطون و شر یعنی شیطونی. از اینستاگرام اینطوری برداشت میشه. اینستاگرام، توییتر، اصلا اون نگاه اول، اون برخورد اول، طرف میبینه میگه وای این دیگه مثلا لای پر قو بزرگ شده، اصلا این مگه دردی داره؟ این مثلا اگه ناراحت هم میشی تو، مثلا وای چقدر این ور میری، چقدر سفر میری، چقدر فلان جا میری، چقدر خرج میکنی. این همه ویترینه. من با توجه به چیزایی که میدونم، متاسفانه خوشبختانه، اینه که اتفاقا ملت بدونید که اونایی که ویترینشون خیلی پرزرق و برقه، زندگی واقعیشون هم خیلی خالی تره. یعنی یه تناقضی رو تو بعضی از چیزا میبینی، ما داریم کار میکنیم میبینیم. ویترین خیلی قشنگه، یعنی اینو ویترین رو که میبینی اصلا فکر نمیکنی اون آدم یه همچین اتفاقی براش افتاده، یه همچین کاری کرده، ولی بله اینجوری هست. و این اتفاقا نسبت مستقیم داره با هم. ویترین خیلی دیگه زیادی رنگیه. من همیشه میگم، اتفاقا میگم که ای کاش آرزو میکردم واقعا اون ویترینه یکم معمولی تر بود، چون الان که دیگه نمیتونم کاریش کنم، از دست من خارج شده واقعا. و اینکه مثلا نهایتا فعالیتمو تو فضای مجازی کمتر کنم. این ویترینه یکم بولد نبود، کم رنگ تر بود، ولی من یه آدم نرمال تر بودم از نظر خودم. حالا میگم الان شاید یه سری کامنت بدن خب حالا مثلا زندگی بقیه انگار که مسابقه است، کی از کی بدبخت تره. هر کی به اندازه خودش ناراحته، بدبختی داره. من هم طبیعتا ظرفیتم این نبوده. بعضی وقتا حس میکنم این چیزایی که کشیدم واقعا واسم زیاد بوده، تا همین جاش که اومدم خیلی ترکوندم. ما اصلا وقتی که داستان بقیه رو بشنویم شاید بعضی موقع اون مشکل خودمون برداریم فرار کنیم. آره دیگه، تو اپیزودهای قبلی من دقیقاً همین جوری بودم. وقتی داشتم گوش میدادم اونام یه مدل مشکلن. آره، و همین باعث شد که مثلا ترغیب بشم بخوام بیام منم داستانمو تعریف بکنم. شاید واسه یه نفر دیگه هم همین اتفاق مشابه من بیفته. من کتاب میخوام به شما هدیه بدم. یه چیزی میخواستم از داخل کتاب بخونم ولی پوشش رو دیدم تقریبا کل پیامو داره میرسونه. کتاب اسمش اول بگیم. اسم کتاب اینه مادری که کم داشتم. نویسندش خانم لیکوری فکر میکنم، جاسمین لیکوری، اگه درست خونده باشم دیگه، اگه درست نخونده باشم که هیچ. پشتش چیزی که نوشته اینه: وقتی به خاطر بی‌اعتمادی اجازه نمیدیم دیگران به ما نزدیک بشن، یا وقتی که از وابستگی به دیگران میترسیم یا میخوایم به هر قیمتی اونا راضی نگه داریم، از مشکلاتی رنج میبریم که برآمده از رفتار مادرانمان با ماست. مادرانی که شاید همه چیز را در اختیار فرزندشان قرار داده و در کنار او حضور فیزیکی داشتند، اما به لحاظ عاطفی به کودکانشان بی‌اعتنایی کردند یا حتی آزارشان دادند. در این کتاب غیبت عاطفی مادر را ریشه بسیاری از این مشکلات می‌داند و سعی می‌کند راه‌هایی برای التیام این زخم‌ها ارائه دهد. در این کتاب نویسنده این کارو می‌کند. من اسمش رو نخوندم، سخت بود. خیلی جالب بود که حالا میگم من چون یه چیزایی شنیده بودم این کتابو انتخاب کردم. من این کتاب فکر کنم 2 سال پیش خوندم. توصیه میکنم بخونید. من هر کتابی که هدیه میدم و واقعا توصیه میکنم بخونید اگر کتابخون هستید. موضوعی نیست که بریم یقه مامانمون رو بگیریم که چرا اینجوری بودی، چرا اونجوری بودی. ما نمیتونیم برگردیم عقب، مادرمون رو عوض کنیم، پدرمون رو عوض کنیم. حتی همین الان هم اگه رفتارشون با ما عوض شه و رفتارشون بهتر شه، صرفا یه التیامه. یعنی یکی که خب حالا من دیگه خون ریزیم بند میاد، ولی موضوع اینه که اون مشکل سر جاشه. مشکل دیگه باید حل کنی. یعنی باید مسئولیت زندگی تو به عهده بگیری. یه اتفاق رندومی افتاده تو در یک خانواده به دنیا اومدی، به هر حال پدر بعد مادر بعد یا برعکس یا هر چیزی که هست، به هر حال اتفاقی بوده که افتاده.
این چیز دیگه، شبیه میگم پوکر چیه، یه دستی اومده، تو باید با این بهترین بازی که میتونی رو بکنی و از اینجا به بعدش دست خودمونه. هر چقدرم که دنیا عادلانه نباشه، که اصلا عادلانه نیست، ابدا عادلانه نیست، ولی دیگه افتادیم وسطش دیگه، باید بالاخره یه کاری بکنیم. من یه بار دیگه فقط توضیحاتو بدم و اگر صحبت پایانی داری میشنویم. توضیحات منم اینه که اگر دوست دارید مهمون ما باشین، خلاصه از زندگی خودتونو به پیج اینستاگرام آدمیزاد حتما بفرستین، در قالب وایس لطفا بفرستین. اسپانسر ما مثل اپیزودهای گذشته استودیو هوک که کارشون تولید محتوای خلاق برای بیزنس هاست، اسپانسر ما هستن و آیدیشون هم تو اینستاگرام هوک با 3 او .استودیو میتونید سرچ کنید داشته باشید و اگر که کار تولید محتوا دارید باشون همکاری بکنید. صحبت پایانی اگه داری، نتیجه گیری، هر چی دوست داری. آره، یه حرفی دارم که بزنم. خیلی بهش فکر کردم از اون وقتی که قرار شد با هم یه قراری ست کنیم. خیلی بهش فکر کردم که چی قراره بگم به عنوان حرف آخر. به قول شما دیگه نمیشه برگشت عقب و حالا پدر آدم مادر آدم عوض بشه. این صحبتم با هم نسلای خودمه، با هم سنای خودمه و هر کسی که این صحبتهای من داره میشنوه. این چیزی که به اسم آسون گرفتن زندگی خیلی ترند شده و مد شده داره لطمه میزنه به روان هممون. صحبت نکردنه، بی‌توجهیه، ایگنور کردنه داره آسیب جدی میزنه به هممون. ما هممون حاصل یه زندگی‌های پر رنج هستیم، هر کی به نحوی. خواهش میکنم حداقل الان که یه کوچولو میتونیم بیشتر مراقب خودمون و همدیگه باشیم، این بلا رو سر هم نیاریم. این نهایت نامردیه واقعا. الان که ما میتونیم خیلی عاقلانه تر با هم صحبت کنیم. این پدر من نتونست عاقلانه صحبت کنه با من یا با مادرم حتی، ولی من حداقل یاد بگیرم. اگر نمیخوام ارتباطمو با کسی ادامه بدم، باهاش صحبت کنم. من باعث نشم یه سری افکار جدید بخواد تو اون آدم ریشه کنه که چند سال بعد تو ذهن اون آدم بمونه که حتما من دوست داشتنی نیستم، من زشتم، من ناکافیم که انقدر از سمت آدما رها میشم، انقدر نخواستنیم. اون آدم که بچه دیگه، تاثیر به این عمیقی رو بچه است. تأثیر عمیق که آره از بچه هست، ولی از همین ارتباطات خیلی کوچیک شروع میشه. مهارته، میمونه بالاخره. خب اگه بخوای حالا جمله خطاب به پدر یا مادر اگه دوست داری چیزی بگی که به خودشون یا نمیتونی بگی یا نشده بگی، اگه این تا آخر عمرم بار باشه رو دوشم، من هیچ وقت بابامو نمیبخشم. هیچ وقت. حتی اگه سنگینیش خودمو خفه کنه. اصلا مشکلی با این موضوع ندارم، ولی نمیبخشمش و تا آخر دنیا شاید ازش متنفر باشم. ممنونم که اومدی و شهامتشو داشتی بیای داستانتو تعریف بکنی. امیدوارم که کسایی که گوش میکنن حتما بهش فکر کنن، به چیزایی که گفتیم صحبت شد و یه تغییری هرچند کوچیک تو زندگیشون، تو روابطشون، تو رفتارشون با بچه‌ای که دارن یا شاید بعداً خواهند داشت. و خیلی بچه‌ها برام مهمه، واقعا دوست دارم که چون ببین یه چیزیه که تو آینده‌ای رو داری رقم میزنی. بچه گل نرمه به مرور صفر میشه و جای انگشت تو روش میمونه. این خیلی مهمه که حواستو جمع کنی. نمیتونیم پرفکت باشیم ولی حداقل دیگه یه جوری هم نباشه که بچه نتونه زندگی کنه فردا تو جامعه. ممنونم ازت و ممنونم از شما که تا آخر پادکست با ما بودین. خداحافظی میکنم ازتون و منتظر اپیزودهای بعدی ما هم باشید. مرسی. مرسی از شما. ممنون از شما.